ورزشکار رقم اول جهان جویجیتسا در همینجا تمرین میکنند. در گوشه از شهر کابل و در ورزشگاهی که شاید امکانیان کمتر از هر قهرمان دیگر جهان باشد. حسین بخش سفری 25 ساله است. در 4 سال ورزش حرفه‌ایش یکی از پردستآورترین ورزشکار افغان در جهان شمرده می شود. مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم، شکر الحمدلله که مسابقات 2017 ترکمنستان، مسابقات چینای هندوستان، مسابقات پاکستان، مسابقات اندونزیا، مسابقات منگولیا، مسابقات روسیه، مسابقات هندوستان و دیگه سایر کشورها. خدا را شکر من در کارنامه خود 24 مدال طلا دارم، 2 برنز دارم، 1 کمربند دارم در بخش مبارزات آزاد، 5-6 برد و 1 باختم بخش مبارزات آزاد. در تازه ترین ردبندی های جویجیتسای جهان در بخش فول کانتکت دومین سال پیاپی ورزشکار رقم 1 اعتراف شد. این همه دستاوردهای حاصل روزهای سخت و عرق ریزی های همین رشته ورزشی است. تمرینات و مبارزات آزاد، جوجیتسو همیشون اینا درگیری هستند. دیگه طبعا شده تا روزایی شده که هر دو پای ما به شکل ابتداییش که ما تداوی میکردیم که هر دو پای ما تخم بسته، 1 هفته 2 هفته مکمل در خانه قرار استراحت، ولی با همون حالت هم ان شاء الله زود بخیر خوب میشه. باز دوباره تمرینات خودش رو میگه آنقدر درد میداشت که حتی بخیم رگ رگ استخوان بخی درد میکرد. حسین بخش سفری 25 سال قبل در بامیان به دنیا آمده است و پس از به کمال رسیدن شامل تیم جویجیتسای افغانستان شد و نخستین ورزشکار افغانستان است که خیلی زود مدال طلا را به گردن آویخت و وارد رشته MMA شد و بیشتر از پیشتر درخشید. آخرین پیروزی او در ماه دکبر سال 2019 در مسکو بعد پیروزی به یک حریف روسش به دست آمد. وی میخواست باز وارد میدان MMA شود ولی بیماری کووید 19 او را امکان نداد. اما با این وجود سفری آبوتاب را پایان نداد و هفته 3 روز عرق میریزد. البته مسابقات هست که مسابقات ثانیه چین است و بعد از هم مسابقات جهانی در پولند است و امیدوار هستم که کرونا باز هم باعث نشه که مسابقات ما کنسل و به تعویق بیفتند. وی میگوید گرچند امکانات وسایل ورزشی در نسبت حریفانش کمتر دارد ولی این عزم او را به پیروزی بیشتر میکند.